چی بوده؟ چی؟ از مرکز بادم خان طبق گزارش که ممر است در مربوطات حوزه ما در یک از خانه ها مجلس ساز و آواز برگزار شده است. لطفاً آنجا رفته و آنها را کلشان دستگیر نموده و در حوزه بیاورین. از آدم خان به مرکز پیام شما دریافت شد، ماموریت شما اجرا می شود، منتظر باشید. بیا لکه دا کردی؟ باش ما سعی کنم. اینمی از خودش است، اینمی است. پایان تاشو. لکه دا چه کردی و چه خوب میشد بخدا اما یکم خانه ایش ندیدیم سعی کتو بیا بخدا بخی بنگس کلی آدم میره آدم خان راسه و گوره سعی کو بیا چی گپ اینجا بخدا بیا سعی کو نه گندگی بیا چی گپ اینجا بیا اینا چیکار میکنن مسلمانان کافران ټول انسانان خدای د پاره اینجا چی گپ یمی دروازه شی نیمی است که ما برم یک تک تک کنم دروازه شی بزنم که یک نفر بیا چی گپ است اینجا بیا لاک بود تک چی میکنی ماره بگو که ما بلغت بزنم دروازه مایده شو مریم داخل دیگه نمیشه جامعه جهانی بچه یک دقیقه صبر کنید به نظرم که اگان کس در میزنه برو یک نفر دروازه رو باز کنه دروازه رو میزد چی ما اینجا چیکار میکنیم؟ ما کارمند دولت قبلی نیستیم. خب چی گپ است اینجا؟ در این خانه چی جریان داره؟ تصور که ما داخل بیاییم ما قد شما نه اجازه نیست نه دستا بالا هیچ کس از جایش تکان نخوره. آها اینجا چی گپ است؟ شما چی کار میکردین اینجا؟ خب گیریتان کردیم پس آدم خان لکه پس کو آدم خان لکه چیکار میکنی؟ لکه سکیتا لکه چیکار میکنی؟ آدم خان پس کو که اینجا داخل شکن امریکایی نباشه سب کمای نره یک دفعه بیترسانم بلند شو امریکایی چی وقت رفته خواه سب کتو کجا ازنه دا امریکایی هم میخوره سای کتو قیاپا ازنه دستایتان پایین کنین چی گپ جریان داشت اینجا؟ خود تو بسیار دانس میکنی تو باید در هالیوود بالیوود باشی تو اینجا چی کار میکنی؟ میخوایم یه لگ مرمی در فرقت بزنم که سلام ما رو به مایکل جکسون برسانی؟ بگو بریم کجا شد دیگه تو چی شد دیگه دانسر دو تا بودین کجا شد نه این هسته و بچه تو بچه کاکای سلمان خان هستی شاروخ خان هستی چی هستی توی دانس میکنی؟ تو شر نمیخوری در بین زنها اینجا دانس میکنی؟ نه ملا صاحب اینا زنها نیست اینا بچه هستن دوالوای ماست اینا بچه هسته اینا چی رقم بچه هسته چرا ریش نداره اینا؟ اینا ریش نداره ولی عقل داره تو که ریش داره یک فایده حرام هیچ کس خنده نکنه شوخی با تمام چی شوخی با آدم خانم شوخی واه خدای دا پاره یه رسای کوه مویا رسای کو چی جور کردی چی کار هستی تو راستش بگو د حکومت پیشین چی کاره بودی بگو بریم قماندان بودی دگروال بودی چی بودی نه ملا صاحب ما هیچ کارا نبودیم ما اینجا عروسی برادرم است ما آمدیم که عروسی برادرم برگزار کنیم تو مگه نمیفهمی که حکومت ملت اسلامی است کس حق نداره که اینجا دنس کنه و ساز بزنه و آواز بخونه نه ملا صاحب راش پشتان کنیم ما خبر نداشتیم که شما زندگی رو برای مردم اینقدر تلخ و سخت کردین ما چیکار کنیم دیگه کلانای مامی تو میگه برم کلانای تو بگو که ما میخوایم که عروسی ما با اعضای ما فرق داشته باشه ما میخوایم که همه‌شی عزادار باشیم تو هم حال زدی عروسی ما رو در اعضا تبدیل کردی چی میکنی تو؟ چی؟ عروسی در اعضا تبدیل کردم؟ نخوای پس در عروسی تبدیل کنم؟
خب سه دیگه برو موزیک 1 2 3 حرکت مشکل خالی